قدرمن لیدونکو راغلو د زراجات سیمې ته دلته یو کاکاجان د بس مصروفه ده چې څه باندې مصروفه ده زم نه پیږم خو ورزو د سره خبرې کو راستی پرسان نکردیم قریه به نام چی یاد میشه؟ قریه سپیتاو سیاپیتاو سیاه نه ده کوه سیاه است دیگه سیکو کتلالان گپ میزنیم خود دیگه آجی صاحب چطور از روزانه کت کاربار چطور از خوب است خوب مالا هستیم دیگه یعنی خب نام خدا ری سفید آماسی باز تکله استی بچه هست یا نیست؟ هست کن هست؟ بچه کار نمیکنه وا؟ اون دمو سیو رفته دیگه بالا با خب باقی سیو هم داری؟ دارم مالا چطور سیو چطور؟ خوبه ولی سیوش بد نیست سیر چند سیو؟ اوش خبر ندارم که چندی هست ولی ای بچه ها تو رو خبر نمیکنه بیخی دیگه؟ نه ولی بچه ها خبر نمیکنه دیگه چرا خب باید خبر کنه دیگه از پناه نمیکنه هیچ خبر نمیکنه این کارهای سخت سر تو میکنه کارهای سر خودشان میکنه نه مارا خود میکنه دیگه باید جوان است من پیر هستم مگه تو نمیده تکو خلاص تو این کار پیش ببر دیگه شما پیش ببر تقریبا یک کرد شاید چند سیر باشه؟ این زمین حساب تخم‌ریز گندم 4 سیر. خب و کچالو چقدر میکنه؟ کچالو دیگه بعضی وقت زیاد میکنه بعضی وقت کم دیگه امسال خشکایی بود کم یک 10 خروار میکنه می؟ نه 10 خروار که کنه چقدر میکنه؟ بسیار کنه 300 سیر 300 سیر؟ یعنی تقریبا 80 سیرش یک خروار می یعنی؟ دیگه تو بگو که 3 خروار دیگه فهمید یک 4 خروار می دیگه چیزی کم 4 بسیار چیز است دیگه دستیم یک کرد دیگه دلت است فهمید 100 سیر بگیری 100 خروار بگیری خوی باز سیر چند است امسال کچالو امسال تبال اینجا نرخ نشده دیگه تبال نرخ نشده این کچالو منطقه شما بسیار مشهور هم است بسیار مردم کابل مردم که مثلا جلال آباد و طرفای لغمان و این مردم بسیار از این کچالو خوش میکنه این مزهش در چی است بسیار از چی خاطر این مشهور است همه عویش فرق میکنه خب از خاطر عویش این کچالو سرخ میگیرن سرخ میگیرن باز کچالو سفید خوب است یا سرخ سرخ خوب است خوبیش در چی است خوبیش در این که حساب گنده نمیشه یکی مزهش خوبیش است دو اینو گنده که نشده نمو بردشه یگان تو میگه برای چیپس هم خوبیش است نمیشاره در چیپس در حساب جوشه گو دیگه هیچ چیز نمیشاره و سفید مغزش خام میمونه پوستش میشه نه بلد هستم یا نمیتونم نه معلوم میشه باشه که چقدر شقه میکنی چقدر زیر خاک کنی نه شقه خو نمیکنم تو دهقان کار هستم بچه دهقان هستم من تو خونه هستم میبینی بلدیت دارم زیر خاک نکنم یک چیز زیر خاک میشه از پیش بلد هستم چطور نه بلد نیستی نیستم خیلی نه او یک دانه که بکشی یک جای را تا شام بند میمونی او قدر خو بلد نیستم دیگه او قدر خو میدیم ما دیگه زندگی چیره نکردیم دهقانی را و بازم کمتون میتونم دیگه این یاش مان است پیش نه این زیر خاک خیلی میال اوشم پیدا میکنم برات ویل از خاطر اینکه قلوخی نکردی نه اگه قلوخی میکردی دل ما جمع میبود باز عمو تو نیست کاکا دیگه تو یک زمان زمزمه نمیکنی اگه دیگه چیزا فهمیدی دیگه چطور ما کچالو بکنیم یعنی اینجا نبوده نه کشیدی مگه پای خود خب قدرمون دولیدون که تاسو ګورئ د سیمې تر هغه نه دلته ښه کچالو یې نام خدا دا وګورئ نام خدا خوب کچالو است خوب کچالو امسال کده اور انشالله که امسال دیگه فهمیدی کچالو زیادتر میشه ولی یعنی ما مشکلات میکنیم چیزا را داریم دیگه چیزا را داریم انشالله که صدایتان شنید اصل قیمت است یا ارزان اصل خوب است دیگه نسبت به دیگه چیزا که قیمتش اصل ارزان است به دلار نیست اگه یا بلند میرفتنی این به افغانی ما شما فهمیدی بیخی دیگه کچالو باشه دیگه امسال یک ذره کچالو خوب شد اگه نه کچالو اگه نه سیب خال و ارزان است سیب ارزان است کچالو پیاز یک ذره خوب است کچالو پیاز خوب است اگه پاکستان بانه یعنی زیادتر مردم میگه که اصلا میگه بوره را گد بگیرید چی رقم گد میکنه او تو گد نمیشه که مثلا یک ذره اصل بگیره دیگه شه بوره او کلا پرتی او دم خود زنبور بوره میته بازو اصل تولید ما بانو اصل بوره است چطور از کاروبار روزگار چطور
اون خود میگیری دیگه مردم دیگه چیز خیلی روزگار داشته باشه. مزید نیست دیگه. نه دزی اینجا ما دهقانی گرفتیم. این بار دراز نه دیگه علم رقمی زده کنده رفتیم دیگه. از کدام ولایت آمدید؟ از همین ولایت میدان هستم. خب در کابل بودیم، از کابل آمدیم اینجا دهقانی گرفتیم. یعنی در اطراف آمدید چه یک جای مقبول آمدید چه یک جای سرسبز آمدید خوش نیستی؟ مقبولیش که مقبوله. یک ذره آماق باشه، یک ذره دیگه کار باشه، انکشاف باشه. دیگه حداقل همین زنا یک مقدار کاروبار داشته باشه، کورس باشه. یک مکتب اینجا است دیگه خونی حال خود در مشکل برخورد مردم. آره زنا رو خود دخترها رو نمیمونه تحصیل کردن. خدا مهربان است ان شاء الله یک وقت حداقل کورس مرس باشه که اینجا هم یک خطخان خوشه. نه ایده واقعا باید یک چیز آدم فهمیده شه و بفهمه یک ذره سواد داشته باشه بهتر است. بهتر است دیگه. دیگه چطور است اینجا زمین امسال دهقانی میخوانی چیزی شده نشده؟ خوب است غلیمه بس دیگه. گزاره میشه؟ یک گزارگاه شاید شود دیگه. تایس نتیجه هم نکردیم. کوچه ما اینجا بود؟ برو خونه. در کابل چطور بود زندگی خوب بود؟ در کابل خود تا پار سال حمید کاروبار گلکاری و بنایی گپا یک مقدار بود و یک روزگار تر میشد خوب بود دیگه. خب این سال که نبود آمدیم اینجا دیگه. اینجا خوب است؟ اینجا خوب یک گذران کردیم دیگه. حالا چی کنیم دیگه؟ خب یک جای بیشینیم. یعنی قار نمیشه صد که چرا کوچه آوردی از کابل دیگه؟ قار شو دیگه. یگان وقت نمیکش از خانه؟ نه از خانه چرا بکشم؟ حالا فهمیده که زنها دیگه چندان خیلی. حالا خب بفهمه که گپ چیزی گفته نمیده. بیا خدا مهربان است. نوروز میگه والا میترسه یک ذره. چطور نوروز؟ یا کمک میترسی آدم نه؟ بله. یعنی نگفتی جواب نوروز. بگر چای. اینجا زیادتر مردم که ما پرسان میکنیم دهقانی کار میکنه. اینجا کلی مردم دهقان هستن دیگه. خورد از این منطقه است یا نه از کجا دیگه است؟ نه خود من ولایت غزنی هستم سولی نور. خب اینجا آمدی خانه ما اینجاست. خانه ما اینجاست. چطور زندگی چطور است وضعیت زندگی؟ خوب شکر است میگذره. خوش خواستی ان شاء الله. ان شاء الله. کمی که خوش باشه دیگه در قصهش نباش دور از دنیا زمین خوشی تیرش کو. خب چقدر کچالو کردمی؟ کچالو معلوم نیست که جمع کردیم شاید 200 سر شود. 200 سر. باز چقدر میته بر دهقان؟ از 2 تقسیم از 3 تقسیم 1 تقسیم. از 3 تقسیم 1 تقسیم. 3 باز دهقانی است یا نیست یعنی؟ کم تو هستم. خب اینجا همین کچالو زیاد مشهور است نه؟ بازی چطور از خریدارا میگیری از کدام خریدارا زیاد میاد؟ خریدارا همین تجارای با این میدان هم از تکانه هم خود همین مردم هم است. خب دیگه باز یا خودش میبره در مارکت میفروشه. یعنی از این سرش چند میفروش از اینجا؟ از این سرش 130 روپیه 140 روپیه 120 روپیه کچالو دیده. خب مردم میگن می کچالو همین منطقه زیاد مشهور است. کچالو از این منطقه مشهور است و خوبیش است. خب بیا خدا مهربان است همه قدر که کار کردی ان شاء الله تعالی همه قدر فهمیدی کلان چیز است. دیگه یک چیز دیگه میخواستم پرسان کنم. در غزنی زمین همین چیز داری نداری؟ نه والا در غزنی زمین نداری. نداری؟ نه. چطور است سیب چطور است؟ خوب است. قیمت از ارزان؟ والا فعلا ارزان است. چند است قیمت یک سر سیب؟ یک سر سیب است 150 روپیه. در باغ ما میخریم. در بازار فعلا 100 روپیه است. خب این سیب از خودتان است یا نه دهقانی است؟ نه خرید کردیم میره. خرید کردین؟ بله. خودت از کجا هستی باز؟ از قریه هستیم. از این قریه هستین؟ بله. خورو چند گرفتی؟ چه مانده نباشی؟ جان جور بخیر بیا بشی بیا. خب چند گرفتی؟ 12000 خوب است که قدر چی نیست که قدر اینال در بازار ارزان است. خود در بازار ارزان شما قیمت خریدیم ما میریم میگم نه ما دیگه در امیدی یک مابات دو مابات خریدیم باید قیمت شود. شما اینو نگاه میکنی نه؟ باید قیمت شود پاکستان بره باید. خب فعلا بند است پاکستان نمیره. بند با شما در کجا میمونید؟ حاجی صاحب بیا بشینید بغلم حاجی صاحب. بیا بشی که کمک دوم چی معلوم شه مردم ببینید بشی. سرخانه داریم اینجا گدام داریم بله. خب بازی رو تا چی وقت نگاه میکنید؟ ایره دیگه تا وقتی که قیمت شود رای پاکستان باز شود باز ما میبریم. خب رای پاکستان بند است. بند است. بند هم نیست کشتون بالاست. خب این چقدر وقت نگاه میشه میسید؟ این تا ماه عمل نگاه میشه در اینجا. خب باز وزن خود کم نمیکنه؟ نه دمو وزن. اما تو تازه میباشه. تازه میباشه. یگان گندگی میکنه دیگه تازه است. تازه است نه؟ بله. باز وقت که قیمتش بالا بره تا چند نمیره؟ قیمتش اگه پاکستان بره کشتوم پایین کنه شاید 2.5 200 بره. 2.5 تا 300 احتمالش هست. یعنی تقریبا دیگه یک خروار دیگه باز یک 10000 میمونه دیگه. 10000 مصرف هم داره. مثلا در خروار 2000
2,500 تا 3,000 مصرف داره. کدام جور میکنی که چی میشه از چیز دانش مبره؟ دانش آمهات جور میشه دیگه. این باز پخته میشه برای خوردن هم هست یا نیست؟ نه برای خوردن نه، برای گومال است. خب برای گاو میته؟ برای خوردن انسان نیست دیگه؟ نه. خب این خودت کاشتی یا نیست کسی دیگه است؟ نه کس دیگه است. خب خود دهقان هستی اینجا؟ دهقان. زمین خودم داری یا نه؟ نه زمین خود نداره. هیچ زمین نداری دیگه؟ نه. همین کار دهقانی رو میکنی؟ کار دهقانی. چند سال میشه دهقان هستی خودت؟ یعنی میگی 12 سال. 12 سال؟ همین 12 سال چقدر مفاد کردی می دهقانی؟ مفاد کردیم نه، بعضی وقت نقص است، بعضی وقت مفاد است. خب دیگه نقص زیاد است مفاد زیاد است؟ بعضی وقت مفاد، بعضی یخ زد دیگه نقص دیگه. اینجا چی کاشت میشه؟ در این زمین ها گندم از دیگه چی است؟ گندم، کچالو. خب دیگه لوبیا. خب دیگه این چیزا کشت میشه دیگه. غیر از این چیز دیگه چیز نیست دیگه؟ نه دیگه چیز نیست. خب کاکا جان خودت باز چی رو زیاد خوش داری؟ همین کچالو زمین که کاشت کنی چی رو زیاد دوست داری؟ زیاد لوبیا و کچالو. لوبیا و کچالو رو دوست داری؟ خب دیگه از این سیب خوشت نمیاد دیگه؟ سیب کن فضی خدا هم خوش داریم، سیب کی نباشه. خب اگه خود زمین می‌داشتی تو خوب زمین تایید می‌داشتی چی می‌کاشتی؟ فقط سیب، لوبیا و کچالو و گندم. گندم؟ یعنی خود زیاد چیزا می‌کاشتی دیگه؟ دیگه از اینکه خود زیاد چیز نیست دیگه؟ نه دیگه. اینجا زردالو نمیشه؟ زردالو میشه. خب زردالو خود نیست هیچ نه اینجا اینجا. نه زردالو نه؟ نه. بغلا میشه داش نه. دوران جوانی خوب است یا پیری؟ جوانی. ان شاء الله بچه‌ها خدا اولاد داری؟ فضل خدا. همینجا کار می‌کنی؟ هستم اینجا. خب باز خوب از دستت سبک از دیگه سر بچه‌ها. خوبه بعد نیا. سالانه چقدر مفاد می‌گیری از این کار؟ چقدر فایده داری از این دهقانی؟ همین دهقانی هم روزمره بود میشه دیگه. روزمره می‌چنی دیگه؟ روزمره. که خوراک چطور هستی؟ چی زیاد دوست داری بخوری؟ والا زیاد برادر یعنی آرد است دیگه، یعنی لوبیا این چیزا آدم میخوره. نه زیاد چی پیدا میشه که بخوری؟ چی زیاد دوست داری؟ مثلا لوبیا را، گوشت، برنج، تمام چیز، پیوار دیگه چیز چنی از من نمیرسه که بخوری. قیمت است؟ قیمت امسال قیمت داره. بیا خدا مهربان از خدا زمین لوبیا و کچالو هر چیز پیدا میشه که فهمیدیم میاد هر چیز که بهتر است. خدا مهربانه. توکل به خدا. توکل به خدا و امام زمان دیگه. تو کدام چیز در دلت هست که فهمیدی به مو هدف نرسیده باشی؟ نه. یعنی هر چیز دیگه به دست آوردی؟ تمی دوران جوانی تو شوخ بودی؟ شوخ بودم. چی شوخی زیاد میکردی حاجی صاحب؟ زیاد می برادر جانی کارگری را برادر جانی کی پشتی کی گرنگ پشت میکردیم. همین شوخی بود؟ همین شوخی بود. کسی رو خلط نکردی؟ نه فضل. بیخی. از کسی لط هم نخوردی؟ نه. والا تو فهمیدی ما عاجز معلوم میشه که شوخ هستی خیلی. نه مثلا لط نکردیم، هیچ کس نه مرا لط کرد نه ما لط کردیم. خب دمی چیز زیاد دوست داری؟ دمی مثلا دمی حیوانات، گوسفند، گاو، گوساله چی زیاد دوست داری که نگاه کنی؟ گاو، گوسفند این دو تا خیلی شوق دارم. شوق داری؟ حالا خودت هم بازاری چیزا نداری؟ ندارم مالی. نداری بیخی ندارم. این ماست تو دو از کجا میکنی؟ یعنی آبادی هستم میرم میدی آبادی نمیتونم. خب اینجا دکان مکان چیزی هست یا نه؟ نه نیاد دیگه اینجا. اینجا به قریه دکان نیست؟ یک دانه نیه. کلینیک هست؟ کلینیک هست، کلینیک در جلسه دیگه جای نیه. دیگه جای نیست اینجا که باز کسی مریض شد چطور میکنه؟ همونجا موبرا دارم موتر گشته یا. خب اینجا موتراش که طرف کابل میره باز چی وقت میره؟ ولی صبح ماره بعد چاشت مارند. خب پیدا میشه موتر؟ موتر پیدا میشه. خب کلینیک داره با دوایش خوب است؟ خوب دوا میده. خب چی خواست داری از دولت، از حکومت چی خواست داری؟ دولت این ارزانی کنه دیگه. فقط این ارزانی؟ ارزانی. خب بیا خدا مهربان است. توکل به خدا ان شاء الله که کلینیک هم جور میشه، دیگه هم جور میشه. توکل به خدا. تشکر حاجی صاحب، زنده باشی که برای ما وقت دادی. سلامت. قدرمن لیدونکو دا ولې کلی ولس پرونه چې په شاپیته او سیمه کې د تصادف کړي په درجات کې په اعلی مسپارم په مخه ښه وخت ولري.